عزیز، امیدوارم جور و صحتمند باشین. به کانال خودتان مسعود تیچ پایتون خوش آمدید. دوستان عزیز، امروز یک برنامه را کدنویسی میکنیم ما شما در پایتون. البته من در تلفن یا گوشی همراه کار میکنم. برنامه نویسی را در برنامه پیدروید 3. باز کردن برنامه یوتیوب و فیسبوک یا گوگل و غیره در پایتون 3 ثانیه 2 ثانیه شما در تایمی که باشه انتخاب کنید و میتونید برای کدنگ. دوستان عزیز، قبل از تماشای ویدیو دوستان عزیز شما میتونید کانال خودتون رو سابسکرایب کنید و کامنت کنید. قبل از همه امپورت میکنیم. امپورت وب براوزر امپورت کردیم. تایم امپورت میزنیم از دوستان عزیز. امپورت تایم مسیج نشان میده. مسیج ما توسط پیام چی نشان میده؟ توسط پرینت چی نمیشه کنیم؟ your YouTube will open after 2 seconds و غیره. در اینجا دوستان عزیز 2 ثانیه بهش مسیج دادیم. بعد از چی تایم اضافه میکنیم. تایم دات سلیپ. بعد چند دقیقه خاص خود بداشتیم. بعد 2 ثانیه. بعد 2 ثانیه باز کن چینل رو یا کانال یا لینک یا الک رو برای دوستوری که نوشتن میکنه اون رو باز کن. سر بزن سلیپ. خلاص چند ثانیه اینجا شما میتونید دوستان 2 ثانیه 3 ثانیه چند ثانیه رو داشته کنید. بعد از این شما برش نوشته میکنید URL شما لینک URL برش میدن که URL چی رو باز کنه. URL مساوی بر چیه؟ اول کوتشن https www.youtube.com. بعد از که URL یوتیوب برش دادن چی باز کنه؟ وب براوزر چیکار کنه؟ وب براوزر دات اوپن کنه چی را؟ URL که برای دادن رو باز کنه. در آخر هم این مسیج باکس میگیریم یا پرینت میگیریم. پرینت your YouTube is opened. Automatically. در اینجا دوستان عزیز کد تشریح کنم براتون. امپورت میکنیم براوزر رو. بعد امپورت تایم میکنیم. بعد چند ثانیه باز کنه پرینت مسیج باکس میگیریم. بعد از این دوستان عزیز در اینجا تایم سلیپ بعد چند ثانیه چی شد. بعد URL برش میدیم. URL یوتیوب یا فیسبوک یا گوگل هر چی که باشه. بعد براوزر میگیم باز که URL رو بعد مسیج باکس میگیریم. دوستان عزیز بریم روی اجرای کد. your YouTube will open after 2 seconds. 1 2 یوتیوب شما باز شد. اتومات روی URL هم صفحه یوتیوب شما میرود و هم URL رو باز میکرد. دوستان عزیز امیدوارم جور صحتمند باشید. کانال خود را سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی ما را از دست ندهید. تا ویدیوهای بعدی با امید دیدار.